روز گذشته وعده داده بودم در مورد مسائلی که مجددا این روزها خیلی مطرح میشه پیرامون این که مثلا قراره تا 2 ماه آینده 3 ماه آینده دلار نصف بشه صحبت کنیم. فعلا کاری ندارم که این جو از کجا سرچشمه میگیره، اصلا یه بحث سیاسیه، یه کار در واقع تشکیلاتیه، هماهنگی‌هایی هست و در واقع افرادی پشت پرده این قصه هستن و فعلا کاری ندارم. اون چیزی که میخوام بگم در مورد واقعیت‌های اقتصادیه که این امکان رو میده یا نه. برای اینی که در واقع اینو متوجه بشیم که اصلا امکان پذیر هست که قیمت دلار نصف بشه، باید اول بدونیم که دلار مانند هر چیز دیگه یه قیمتی داره، یعنی که ارزش واقعی داره. حالا روش‌های محاسباتی گوناگونی داره، مثلا نسبت به تورم داخل و در واقع خارج از کشور، نرخ بهره وری، تراز تجاری، اینها یه عددی به ما میده. بحث سیاسی که اولویته ولی اینجا فعلا در پرانتز جدا میذاریمش، یه عددی به ما میده. شاید مثلا فکر کنید عدد 80,000 تومان، اونم تغییراتش هم نسبت به سال پایه‌ای که ما محاسبه میکنیم دیگه، خیلی نمیخوام پیچیده گویی بکنم. 80,000 تومان. حالا از اون فاصله 80,000 تومان تا 110,000 تومان رو شما تصور کنید که این مربوط به مسائل سیاسی خارج از کشوره، یعنی سرچشمه است در تحریم هاست، توافق، جنگ، ریسک ها و این گونه مسائل. حالا فکر کنید در از یک شب این اتفاق بیفته و همه مسائل کلا حل شه. خب امکان پذیر نیست، میدونیم دیگه. پیش از جنگ هم همین مسائل رو میگفتم و اون موقع من تحلیلم همین بود. ولی حالا فرض میگیریم مسائل کلا حل شده و خب قیمت دلار ناگهان یک نوسان جدی کرده. عرض میکنم من دارم در واقع یک احتمال های تقریبا صفر رو محاسبه میکنم، ولی میخوام بگم که اصلا این مسئله نظر اقتصادی چگونه است. بشه یهو فردا بگن که این توهمی که پیش از جنگ هم داده بودن که سفارت داره باز میشه و یا توافق جدی شده و سرمایه داره میاد، اینجور صحبتایی که بخشی از در واقع جمهوری اسلامی خیلی در مورد این صحبت میکنن، منظور اصلاح طلبها هستن، این اتفاق بیفته. خب اولین اتفاقی که میفته اگر یهو ناگهانی قیمت خیلی پایین بیاد، به معنی اینه که پایین‌تر از ارزش واقعیش قیمت گذاری شده. اگر پایین‌تر از ارزش واقعیش قیمت گذاری بشه، به این معنی که حجم واردات بسیار زیاد میشه. این واردات زیاد فشار زیادی روی منابع ارزی کشور میاره. تقریبا صادرات آسیب جدی میبینه، تولید آسیب جدی میبینه و یه بانک مرکزی میخوایم با یه منابع بسیار سرشاری که بتونه این سیکل معیوب رو ادامه بده، هی ارز بپاشه که این بمونه تازه. و اگر این کارو نکنه، ما اون وقتی که یک جامپ ارزی رو داریم. پس در نتیجه اطمینان میدم خدمتتون، چون این جو زندگی خیلی ها رو نابود کرده. عرض کرده بودم قبلا، یعنی شما اگر توان تجزیه و تحلیل هم داشته باشید، همینی که یک ترس و نگرانی در دلتون بیفته، این میتونه در واقع اون تخم شک رو بکاره و منجر به تصمیمات غلط در این شرایط سخت برای در واقع دوستان بشه. با اینکه من خیلی علاقه‌مند هستم پول ملیمون ارزش داشته باشه، بالا باشه مثل همه ایرانی ها، به خاطر اینکه به معنی رفاه بیشترمونه، ولی با یه سری حقایق هم باید روبرو بشیم. حالا در ویدیوی بعدی من میخوام بگم مثلا چه اتفاقاتی باید بیفته که پول ما ارزشمند شه. آیا با شعار و حرف و فقط توجه به در واقع خود قیمت میتونیم این کارو بکنیم یا باید به سری حقایق اقتصادی توجه کنیم؟ نتیجه اینه که اگر بر فرض محال همین فردا صبح یک توافق همه جانبه که اصلا تقریبا امکان پذیر نیست و خیلی دور از دسترسه رخ بده و این اتفاق اثر جدی بذاره روی در واقع ارزش دلار، بعد از اون ما باید به سرعت انتظار یک جامپی رو داشته باشیم، یه سیل فرار سرمایه هم به اون مسائلی که گفتم اضافه کنیم. پس این اتفاق نخواهد افتاد.